با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، مهندس حسینی هستم. موضوع ویدیو آموزشی امروز در مورد ساز نگهبان خرپایی که یکی از متداولترین نمونه های ساز نگهبان هست و رایج هستش خیلی زیاد در رابطهش با هم دیگه صحبت میکنیم. خدمت رو عرض کنم دوستان، یه موضوعی که بسیاری از سازندگان و ناظرین ساز متاسفانه به اون دقت نمی کنند و در سالهای که گذشت ما شاهدش هستیم که بسیاری از ساختمون ها به خاطر رعایت نکردن اصول ایمنی و نزدن ساز نگهبان خسارت هایی وارد شده، حالا مالی، جانی، که در بعضی مواقع این خسارت ها غیر قابل جبرانه دوستان. این موضوع ساز نگهبان با کسی شوخی نداره و در بعضی شرایط که شما فکر میکنید پیش خودتون اون ساختمان ساز نگهبان احتیاج نداره، دقیقا همون ساختمان به ساز نگهبان احتیاج داره. داشتن یه ناظر سازه خوب در یه همچین اوقاتی یه نعمتیه که از طرف نظام مهندسی به اون کارفرما به اصطلاح داده شده و اون ناظر محترم باید تشخیص بده که به اصطلاح این ساختمان ساز نگهبان میخواد یا نمیخواد. ساختمانی که ریزش میکنه در کود به نظر شخص بنده عامل اصلی اون ناظر سازه اون ساختمونه که تشخیص نادرست داده و برای اون کود و به اصطلاح اون افرادی که اونجا هستن همسایگان گرامی مشکلاتی به وجود اومده. خدمت رو عرض کنم که شما وقتی یه ساز نگهبان رو میخواین طراحی بکنید، خیلی مسائل رو قبل از اینکه اون ساز نگهبان زده بشه بایستی رعایت کنید. یکی اینکه ببینید ساختمانی که به اصطلاح همسایه اون سازه‌ای هست که شما میخواین بنا بکنید قدمتش چقدره، اصلا اسکلتش چیه، بتونه، فولاده، چیه، تاق ضربیه، دیواراش، ساز حمالش چیه، دیوار باربره به اصطلاح یا اسکلت داره، همونش خدمت رو عرض کردم. دومین قضیه اینه که ببینید اصلا اون ساختمانی که شما میخواین کنارش گود بردارید زیر زمین داره نداره، کنار حیات به اصطلاح اون قسمتی که شما میخواین حفاری رو به اصطلاح شروع کنید پشت دیوار همسایه باغچه داره نداره. اگه داره بهش بگین تا یه مدتی قبل از خاک برداری شما زحمت بکشه اون باغچه ها رو آب نده. و خدمت عرض کنم که حتی در بعضی شرایط ممکنه که شما به خاطر خدمتی که ساختمون همسایه داره بفرمایید که ساختمون در موقعی که شما دارین گود برداری میکنه حتی ساختمون رو خالی کنن، یا در موردی دیگه شما میتونید قبل از اینکه گود برداریتون رو انجام بدین اون قسمت هایی به اصطلاح از ساختمون همسایه که امکانش هست زیر سقفاش برین قبل از اینکه گود برداری بکنید شم بزنید، جک بزنید، چهار تراش بندازین زیر سقفاش رو به اصطلاح مهار بکنید. این کارهایی که خدمت رو به اصطلاح دوستان عرض میکنم حتما باید انجام بشه. من بازم تاکید میکنم ساز نگهبان زدن یا نزدنش با شوخی با شما نداره. خدمت عرض کنم که آزمایش خاک انجام بدید، اون قسمت که میخواین گود برداری انجام بدید چقدر رو میخواین برین پایین، همه اینها رو حساب کتاب بکنید بعد گودتون رو بردارید. حالا من برای به اصطلاح اصول گود برداری و با سازه خرپایی خدمتون عرض میکنم. وقتی شما میخواین یه ساز نگهبان خرپایی اجرا بکنید، ابتدا اگه ساختمون به اصطلاح بنا داره که خب تخریبش رو انجام میدین،
ناظر محترم سازه تو این مرحله باید حضور داشته باشه، در سراسر مراحل تخریب ساختمان باید حضور داشته باشه. اصول ایمنی، کلاه، نمیدونم اینجور حرفا، بیمه حتما بایستی به رویت ایشون برسه و اجرا بشه. اینکه ناظر فقط فرم به اصطلاح تخریبا امضا بکنه بشینه تو خونه تا صاحبکار بهش زنگ بزند آقا من میخوام گود بردارم تشریف بیارین، اینجور نیست. وظیفه ناظر سازه هست که حتی اگه گود برداری هم انجام نشه هر دفعه‌ای هر چند روز یه بار بره یه سری بزنه ببینه چه خبر داره به اصطلاح صورت میگیره. خود بنده الان پروژه دارم که به اصطلاح تخریبش انجام شده، نظارتش انجام شده، الان به اصطلاح هنوز گود برداری خب صورت نگرفته. من خود بنده بدون اینکه کارفرما زنگم بزنه هر چند روز یه بار میرم سر بزنم ببینم چه خبره اونجا، چه عاملی داره صورت میگیره. خدمت رو عرض کنم که قبل از اینکه شما گودتون رو بردارید به اصطلاح حالا خدمت رو عرض کردم اگه که به اصطلاح ارتفاع ساختمون بغلتون در حد یه طبقه است که خب گود برداریتون رو انجام میدید. اگه گود برداریتون هم در حد 91 متر گود برداریتون انجام میدید با توجه به جنس خاک. حالا بعضی موقع جنس خاک خیلی سسته، قبل از این گود برداری انجام بدید مثل سازه هایی که 2-3 متر میخواد بره پایین، یه زیر زمین یا 2 تا زیر زمین داره، شما قبلش باید بیان با در قسمت های مختلف که تو طراحی ها دیده میشه شم بزنید، تیراهن افقی قائمتون رو بفرستید پایین، بعد آرماتوره به اصطلاح پیچی که بافته شده رو به اصطلاح دوره از بالای تیراهن بفرستید داخل چاه و بتونش بکنید. پس از اینکه بتون ریزی انجام شد پشت به اصطلاح این تیراهنه قائمتونم به اصطلاح باید با موادی مثل گچ اینجور چیزا پر بکنید چه قشنگ این تیراهن قائم بچسبت به سینه کاره به اصطلاح همسایه. شما وظیفه این تیراهن قائم یکی اینه که مهار خاکاب داشته باشید و مهار سازه قبلی به اصطلاح همسایه هستش. این دوتا وظیفه رو به عهده داره. این نیست که فقط بگین تیراهن هوای ساختمونه داشته باشه، شما بایستی حواستون به خاک زیر سازه همسایه فونداسیونش هم به اصطلاح باشه. این خیلی مهمه هم. پس از اینکه این تیراهن قائما در جاهایی که تو نقشه محاسبات هست توسط طراح یا تغییراتی که در به اصطلاح موقع اجرای اون ناظر سازه تشخیص میده به اصطلاح انجام بشه اجرا کردین، اون گود برداری اولیه صورت میگیره. گود برداری اولیه که صورت گرفت ملزم شما هستید که یه متر و نیم تا 2 متر خاکا سینه یا این ساز نگهبان به اصطلاح دست بهش نزنید، همون وسط کارا گودتون رو بردارید تا اون ترازی که به اصطلاح با دوربین میزنید به اصطلاح برسید. خدمت رو عرض کنم بعد از این مرحله شما قسمتی از به اصطلاح جانمایی میکنید جاهایی که تیراهن حمالشون مایل به اصطلاح خودمون میخواد بیاد. دقت بکنید که این تیراهنهای مایلم یا داخل گلدونیا قرار بگیره، جاهایی که فونداسیون میخواد بسته نشه بیا داخل این گلدونیا به اصطلاح جاشای فونداسیون منفرد در میارید، آرماتور بندی میکنید، مسلحش میکنید، بتون شکلی خونگه بیس بلک جانمایی میکنید قبل از بتون ریزی. پس از همه این کار که انجام شد تیراهن مایل رو میاین اجرا میکنید. اول جوشکاریاشو به قسمت پایین رو بیس بلک و بالا به اون تیراهن قائمتون انجام میدید. پس از این مرحله قسمتی از خاک ساز نگهبان که میخواد بیاد به اولین خرپایی برسه به اصطلاح دستی اینا چیکار میکنی زحمت بکشین برمیدارید تمام تیراهن. مثلا طراح دیده یه مترشو بردارید تا برسیم به اولین خرپ، یه مترشو برمیدارید اون خرپا رو به اصطلاح که تیراهن مایلا به قائم اتصال میده اجرا میکنید. پس از اینکه این قسمت روی تمام
تیراهنا اجرا شد، سپس دوباره یه تیکه دیگه شو برمیدارید، خرپای دوم اجرا میکنید، سپس کلش رو برمیدارید و خرپای سوم اجرا میکنید. در همین مراحل که به اصطلاح شما دارین تیکه تیکه خرپا رو اجرا میکنید و خاکا رو زحمت میکشین برمیدارین، تیراهنای افقی میونه دوتا سازه قائم هم چی دوستان اجرا میشه. حالا اگه افقی دیده بود یا ضربدری دیده بود به اصطلاح طراحتون، اینام اجرا میشه. پس از اینکه تیراهنای قائم یا به اصطلاح ضربدریتون و افقی ها اجرا شد، همه اینها اجرا شد، شما به اصطلاح باید کارا مش بندی بکنید. مش بندی ها ما برای چه انجام میدیم؟ یکی به خاطر اینکه خاک زیر فونداسیون همسایه هوا زده نشه، دوم به خاطر اینکه رطوبت منظور از هوا زده نشه، به خاطر که رطوبت این خاک از دست نره، سوم به خاطر اینکه این شبکه کامل تو دست هم بره و به هم پیوسته بشه. یه مشی میونه دو تا ساز قائم به اصطلاح اجرا میکنید، سپس شات کلیتش میکنید. این میشه یه ساز نگهبان خرپایی اصولی کنه. ناظر ساز وظیفش هست دوستان که تک تک این مراحل رصد بکنه، مسائل ایمنی ها تو کد گوش زد بکنه، اجرای صحیح ساز نگهبان رو گوش زد بکنه و ملزم بکنه سازنده رو که این ساز نگهبان اجرا بکنه. بسیاری از جاها دیده شده که به اصطلاح این مسائل یا درست ساز نگهبان اجرا نشده یا غفلت شده که در جلوتر فیلماشو براتون میذارم. بسیاری از ساختمون ها به اصطلاح دوستان تخریب شده، حالا یا مسائل جانی داشته یا مسائل مالی داشته که در بعضی مواقع مالک اون زمین مجبور شده که به اصطلاح کار که متوقف شده، ناظر ساز دستگیر شده، درگیر کارای دادگاه، اینجور صحبت هاست. مالک همینجور درصدی براشون جریمه بریدن، جریمه هایی که مثلا یه ناظر سازه برای یه کار شاید دوستان 100 میلیون 200 میلیون بگیره، یه دفعه میبینی دادگاه براش 5-6 میلیارد هزینه میبره، فقط سهم ناظر سازه. به اصطلاح خود مالک و سازنده هم جدا هستش، اونا به درصدی به اصطلاح جریمه میشن. تازه غیر از این مسائل زمین کارش کامل میخوابه، ساختمون همسایه مثلا 2 طبقه بوده، طبق معیارهای روز باید 2 طبقه ساختمون برای همسایه ساخته بشه، اساسش داخلش گذاشته بشه، تمام اینها با چیه؟ خسارتیه که دیده میشه. پس ببینید یه خسارتی وارد میشه که جبران ناپذیره در بعضی مواقع و هیچ کاریش نمیشه کرد. در زدن اجرای ساز نگهبان، اصولی اجرا کردن ساز نگهبان، دوستان غفلت نکنید. خیلی سازها هست در ساختمان ساز نگهبان اجرا شده، قربون نزدنش. این که ما به اصطلاح وادار میکنیم یکی از نکات اجرایش میگه آقا پشت این سازه افقی ساز قائمه دا پر کن که این بچسبه قشنگ به این سینه کار همسایه. اینا رو پر نمیکنن، خرپاوا رو فاصلش رو درست اجرا نمیکنن، قائما رو فاصله‌اش رو درست اجرا نمیکنن، اون شمع رو نمیزنن، ساز نگهبان گاز زده نشد. این هم هزینه به اصطلاح انجام شده. خیلی جا هست که طراح مثلا سازه تک دیده میره سر ساختمان، ناظر به اصطلاح تصمیم میگیره که به اصطلاح این سازه با یه دوبلشه، وظیفه یه درست جانمایی کردن سازه های قائم و سازه های مایل به عهده طراحه. حالا درست طراحی نشده، ناظر محترم با حضوری که داره اینا رو درست اجرا میکنه که بعداً اینا تو دست و پای دیوار برشی و ستونا نباشه. حالا ما یه ستونی میخوام اجرا بکنه، مجبورشیم ساز نگهبان تو دست و پانه ببریمش، تازه باید چیکار بکنیم؟ تو اجرای ستون به مشکل برمیخوریم، دیوار برشی به مشکل برمیخوره. اینا همش هست دوستان، اینا رو بسیار دقت بکنید. ساز نگهبان با کسی شوخی نداره. امیدوارم که از این ویدیوی آموزشی دوستان کاربردی باشه و به دردتون بخوره. خیلی متشکرم از همراهیتون.